قول ابن مالک رحمه الله تعالی که انسانی که در بین مردم دروغ میگوید از اون انسان علم گرفتن جایز نمی باشد. این انسان فقط در بین مردم دروغ بگوید، علم گرفتن جایز نیست. اما این ابو محمد در اعتقاد در قول عالم ها دروغ می بافد، پس از این علم گرفتن جایز و درست نمی باشد. یکم مسئله. و مسئله دوم، ابو محمد مسئله اعتقاد را تاریخ فکر کرده، هر چیزی که در اینترنت از پیشش ببراید اون را برای خود اعتقاد قرار میتید. اگر نه، یعنی گپ ما اگر نادرست باشد، پس چرا ابو محمد همین قول را یا قول گذشته را یا قول آینده را که اشتباهات بزرگ را راه داده است، چرا به اصل سخنان شیخ ابن باز رحمه الله رجوع نکرد؟ چرا؟ یعنی که بازیچه فکر کرده است مسئله اعتقاد را. و همچنین اینجا یک مسئله مهم را میخواهم قید بکنم. وقتی که ما میگوییم که این قولهای ابو محمد را رد میکنیم، معنای این را ندارد که ما شما را به طاغوت پرستی دعوت کنیم. الله تبارک و تعالی پناه بدهد از طاغوت پرستی. ما شما را به طاغوت پرستی دعوت نمی کنیم. ما شما را به اعتقاد اهل سنت و الجماعت دعوت کرده ایستادیم. ما شما را بگیم بیا اعتقاد اصلی پیامبر و اعتقاد اصلی صحابه و سلف صالح را بیایید بگیرید. این اعتقادهای تکفیری ها و خوارج اینها را یک جانب بگذارید و این خیانتکارها را قولاشون گوش نکنید. این فقط یک دعوت است، این فقط یک توضیحات است. اما کدام شما قبول میکنید و نمیکنید، ما مجبور نیستیم شما را در گردنتون بار کنیم. ما فقط گوینده هستیم و رساننده هستیم و آشکار کننده و توضیح دهنده کذب و دروغ این طایفه می باشیم. پس حالا گوش بکنیم که در دویم ویدیویی که این دویم ویدیو هست، در دویم ویدیو ابو محمد چی کار میکنه در این قولهای ابن باز یا چی خیانت را انجام میدهد. بیاد گوش کنیم که چی میگوید ابو محمد. و در جای دیگر در دوام همین سخنشون در همین کتاب نقد القومیه میگن که ولا ایمان لمن اعتقد ان احکام الناس و آرائهم خیر من حکم الله و رسوله او تماثيلها و تشابههما. در دوامش ببینید چی میگن. او تركها و احل محلها الاحکام الوضعیه والأنظمة البشرية وإن كان معتقدا أحكام الله خير وأكمل وأعدل. بیاید اکنون برمیگردیم به اصل این قول که آیا این قول شیخ الاسلام قول ابن باز رحمه الله هست یا نه. خب این هست جمع بین قول ابن باز، این قول ابن باز است. ببینید اینها این قول ابن باز است. تا اینجا ابو محمد میخواند. این اصلی از ابن باز است، لیکن ابو محمد از اسلام وی میخواند. ببینید اسلام وی و یقول ایضا لا ایمان، گفته این را میخواند. بیاید اکنون ببینیم که کجا را این ابو محمد در اینجا خیانت کرد. ببینید میگوید که لا ایمان لمن اعتقد ان احکام الناس و آراءهم خیر من حکم الله و رسوله. تا اینجا را خوندیم یا بیا تا اینجا شو بخونیم. او تماثلها او تشابهها. تا اینجا را خوندیم نه؟ تا اینجا را اکنون ما و شما حالا خوندیم. اکنون نگاه کنید. ابو محمد اینجا را خوند ولا ایمان لمن اعتقد ان احکام الناس و آراءهم خیر من احکام الله من حکم الله و رسوله او تماثلها و تشابهه. ببین و تشابهه، این یک مسئله تا اینجا را درست، یعنی که اگه خیانت نیست، هرچند که در عربی خونی ابو محمد خطا کرده بود. او اجازه این اصلی ابن باز است، قول ابن باز او اجازه. لیکن ابو محمد قول را آورد او ترکها را از کجا آوردی ابو محمد؟ این اجازه است. ترکه اجازه فرق میکند. تو ترکه را از کجا آوردی؟ زیرا اینکه اینجا را خودت گفتی ترکه برای شما را چیه؟
و من ترکه در همین جا و من ترکه حکم الله گفته اومده اند، اینجا رو خوند اما ترجمه حتی ترجمه نکرد. این صفت اهل بدعت است که اینا کلمه رو میخونند، کلمه‌ای که جمله‌ای که ضد اینا است اینو ترجمه نمیکنند. حالا که همون جای مقصدی ما بود. بله، حالا که همون جای مقصدی ما بود. بله، الله اکبر. چیه یه بار دیگر بگو. حالا که همون جای مقصدی ما بود. بله، حالا که همون جای مقصدی ما بود. بله، الله اکبر. بله، برای که شما خودتون دروردین این قول ابن باز تحریف کردین، تغییر دادین، جزیر کردین موافق اعتقاد خودتون که هست، برای همون خودی ترکه مقصد شما هست، دیگه جاش مقصد شما نیست. ابن باز مقصد شما نیست، فقط انا همین ترکه مقصد شما هست. انا اکنون بیا ابو محمد اصلاح شو، بگو که در حقیقت من کورکورانه این سایت رو پیروی کردم و فریب خوردم. ابن باز سایتی خاص دارد، این سایت خاصش است. ببین، بین باز سایت خاص ابن باز است. همچنین من از کتاب این مسئله را نشان میتیم برای تو، من از کتاب این مسئله را برای تو نشان میتیم. بیاید اکنون یک بار دیگر این خوانده ابو محمد مدنی رو مقایسه میکنیم با کتاب ابن باز. حالا ما با سایتش کردیم، نه این سایت ابن باز بود، این سایت اسلاموی خیانت کردگی. اما اینجا بیا برمیگردیم با کتاب ابن باز. بیاید یک بار این کتابی که است، کتاب ابن باز است، مجموع الفتاوا ابن باز. ببینید مجموع الفتاوا از ابن باز است، اینجا ابن باز. ببین اینجا دا چی است؟ ابن باز از ابن باز است. جزء چندم است؟ الجزء الاول. ببین جزء الاول. اکنون بیایید همین جزء اول صفحه چند میره؟ با صفحه، ببینید با صفحه 79. صفحه 79 میرویم. این صفحه 79 هست. ببینید این صفحه چنده؟ 79. از کتابی کی است؟ کتاب ابن باز، مجموع الفتاوا ابن باز. اکنون این کلمه را بیایم در کجا است؟ این اینجا شروع میشه. ببینید ولا ایمان لمن اعتقد ان احکام الناس و آراءهم خیر من حکم الله و رسوله. دیدید این عباره رو؟ اکنون او تماثله و تشابهه. دیدید این کلمه؟ انا اکنون کلمه ای که ابن باز میگوید او اجازه. ببین او اجازه، تو چی گفته است ابو محمد؟ او ترکه. ابن باز میگه او اجازه، تو میگوی او ترکه. با مجرد ترک کردن عمل این کفر نیست. ای ابو محمد، موافق اعتقاد اهل سنت و الجماعه مجرد ترک کفر نیست. چطور تو میگویی مجرد ترک کفر است؟ نگفتی این گپ رو، بیا گوش میکنیم. نگاه کنید که به مجرد ترک کردن چه کفر گفته است. نگاه کن، میگویی که به مجرد ترک کردن چه کفر گفته است. چرا دروغ میگویی ابو محمد مدنی اسکندر؟ چرا دروغ میگویی؟ شیخ ابن باز رحمه الله تعالی به مجردی ترک حکم به کفر نمیتید، کافر نمیگوید.